کرانچ شکم یا همون درازنشست یکی از حرکاتیه که ما از قدیم انجام میدادیم، از زمانی که مدرسه میرفتیم، و اگه شما درست انجامش بدین خیلی میتونه فشار خوبی به قسمت شکمتون بیاره و باعث بشه که یه شکم خوش فرم بتونین بسازین. ولی اگه اشتباه اجرا کنین هم میتونه به گردنتون آسیب بزنه، هم میتونه به کمرتون آسیب بزنه. چند تا نکته خیلی ساده داره که میخوام تو این ویدیو بهتون بگم، ولی قبلش حتما کانال ما رو دنبال کنید. نکته شماره 1، وقتی میخواین شروع به زدن این حرکت کنین، سرتون از حالت عادی که اینطوریه به سمت بدنتون میاد. این باعث میشه که فشار رو گردنتون برداشته شه. وقتی سر به سمت بدن اومد، دستا روی پا قرار میگیره و قسمت گوشتی دستاتون رو میرسونین به زانو و میایم پایین. زاویه پا انقدر، دست کامل صاف، آرنجتون کامل صاف، سر به سمت بدن، دست میاد کامل بالا، قسمت گوشتی دست میخوره به نوک زانو و برمیگرده. نیازی نیست شما بیشتر از این حرکت ها انجام بدین، چون عملا دیگه اون قسمتی که میخواین درگیر بشه درگیر میشه، دیگه نیازی به فشار اضافه و مضاعف نیست. همین مقدار میاین بالا و میایم پایین. اگه بخواین یکم حرکت رو سخت‌تر کنین، میتونین که پا رو بالا نگه دارین، دستتون رو پشت گوش بزنین، یه مقدار دامنتون رو بیشتر کنین. حالا باز اگه بخواین سخت‌ترش کنین، میتونین پاهاتون رو یکم بدین جلوتر، وزنه بگیرین دستتون و دستتون کامل صاف دور سر به سمت بدن، میایم بالا و میریم پایین. این خیلی فشار بیشتر و اضافه تری میتونه بهتون بیاره. وزنش هم خودتون میتونید تعیین کنید. هر چقدر شکمتون قوی تر باشه میتونید وزنه رو اضافه تر کنید. سر به سمت بدن میتونید 6 تکرار با این دست و 6 تکرار هم مثلا با این دست انجام بدین. دامنتون هم همینقدر، نیازی نیست بیشتر بالا بیاین. میایم بالا و میرین پایین. اگه اینطوری که میگم انجام بدین، فشار حرکت رو حس میکنین که چقدر زیاده و میتونه چقدر فشار بیاره رو قسمت شکمتون و باعث بشه که عضلات شکمتون خوش فرم بشه. بقیه ویدیوها رو هم داخل کانال ببینین، خیلی میتونه بهتون کمک کنه.